سلام، من سامان رحمی هستم و اینجا مرکز ترک اعتیاد فرمانی است. به صورت کلی ما دو نوع تست اعتیاد داریم، یه دونه جسمی و یه دونه ذهنی که اصلا ذهنیش مورد بحث امروز ما نیست. تست بدنی برای این میگیریم که ببینیم تو بدن فرد موادی وجود داره یا نه، که حالا اونم 4 تاست. 1. تست ادرار که بیشترین کاربردو داره برای اینکه هم سریع هم دقیق و قابلیت تشخیص تمامی مواد رو تقریبا داره، مثل شیشه، مواد افیونی، حشیش، ماریجوانا و امثالو. 2. تست خون که دقیق ترین نوع تست اعتیاده، ولی یادتون باشه که موندگاری مواد توی خون خیلی کمتر از ادراره. مثلا اگه توی ادرار تا 10 روز مشخص میشه طرف مواد کشیده، ولی داخل خون تا 2 روز نشون میده. البته توی مواد مختلف با همدیگه فرق میکنه. 3. تست مو میتونه حتی بهت نشون بده کی مصرف کرده بود. موندگاری مواد مخدر توی مو بیشتر از ادرار و خونه. و 4مش هم تست بزاقه که خیلی ساده و سریعه. ما تو مرکز ترک اعتیاد فرمانیه تست هامون تست ادراره که از کیت های 10 کاره استفاده میکنیم که بهترین نوع بازار هستن و با دقت و سرعت بالایی به ما نتایج مشخص میکنن.